عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه های مسلمان های دنیا و تمام مسلمان های دنیا خلیفه بودند، راهبر بودند و یکی از عالم های مسلمان ها بودند، امیر مؤمنان بودند و اینچنین صاحب علم و صاحب دین و پرهیزگار بودند. چنان امام عادل بودند که حتی میگویند در زمانشان گوسفندها را گرگها هجوم نمیکرد، یعنی گوسفندها حتی در امنیت بود. لیکن افسوس که 2 سال و کمتر زیادتر حکمرانی کردند و در ایام جوانی از دنیا گذشتند. بسیار شخصی پرهیزگار بودند. وقتی که یک روز یک گوسفند به یک گرگ به گوسفندا هجوم میکند، شخص میگوید که من گمان میکنم که شخص صالح از دنیا گذشت. اون زمانها وسایل اعلام نبود که همین روز مرگ کسی را از دیگر شهر ایستاده فهمید. بعد مدتی 10 روز 15 روز وقتی که مسافرها کاروانها می آمدند، خبر این شهر به این شهر می رفته می رسید. بعد وقتی که پرسجو کردند فهمیدند که عمر ابن عبدالعزیز از دنیا گذشته است و آن روزی که گرگ به گوسفندا هجوم کرد حساب کردند که همان روزی که عمر ابن عبدالعزیز از دنیا گذشته است. از عدالت ایشان بود. واقعا شخصی پرهیزگار بود.